اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، امروز تصمیم گرفتم همراه شما عزیزان درباره یکی از موضوعهای مهمترین صحبت کنم. آن هم موضوعی که ما خیلی دیر درک میکنیم که این موضوع خیلی مهم بوده است. بزرگترین اشتباه ها در انتخاب همسر و یا میتوانیم گوییم بزرگترین اشتباه ها در وقت خواستگاری. چه خیلی که میدانید در ما در تاجیکستان خواستگاری طور صورت میگیرد که اساساً داماد را و یا عروس را نمیشناسند، بلکه پدر و مادر داماد با پدر و مادر عروس شناس میشوند و نه از داماد درک است ببخشید، نه از عروس، و با عروس فقط پس از عروسی و با داماد هم پس از عروسی خویش و تبار شناس میشوند. ولی اگر ببینید در ترکیه اساساً اگر زن میخواهد با مرد ازدواج کند، همان مرد را پیش از خواستگاری رسمی به خانه‌اش دعوت میکند و در اطراف میز پدر و مادر عروس، برادر عروس اگر پدر و مادر نداشته باشد، تقا و عموی عروس همراهی آن داماد آینده نشسته صحبت میکنند و اساساً درباره زندگیش، درباره عائله‌اش، درباره تصمیم‌هایش و اینچنین درباره مهمترین چیزهایی که البته هر یک کشور برای خود مهمترین قاعده دارد پرسیده می‌گذرند. و اینچنین اگر داماد کسی را برای خود انتخاب کرد و پدر و مادرش میگوید که شمایان را برای شناس شدن به عروس آینده اتون به جای دعوت میکنم و عروسش را البته همراه خانواده‌اش و یا حتی تنها باشد، چون اینها در خلوت نیستند، با پدر و مادر خود شناس میکند و پدر و مادر عروسشان را پیش از خواستگاری رسمی حتی میبینند و همراهش صحبت میکنند. از همان جایی میتوانند بگویند که به ما هیچ معقول نیست، یا داماد حتی میتواند بگوید یا برعکس. و در همین ایران همسایه ما یا هم زبان ما هم چنین عرف و عادت وجود دارد که پیش از اینکه به خواستگاری رسمی روند، هر دو عائله با هم می نشینند، با هم صحبت میکنند. علل خصوص پدر عروس یا پدر عروس همراه داماد آینده نشسته جدی صحبت میکند. پدر و مادر داماد هم عروس را از نزدیک دیده با او صحبت میکنند. در ما باشد یک عرفی با حیاانه عجیبی داریم که البته به ضرر گمان میکنم تمام مردم است، به ضرر هم داماد و هم عروس و هم پدر و مادر دو طرف می باشد. برای اون که خودی پدر و مادر داماد عروس را اساساً پس از ازدواج صدایش را میشنوند و شکلش را میبینند و حتی پدر عروس های هم هستند که داماد خود را پس از نبیره دار شدن میبینند. برای آنها مهم نیست که داماد کی هست، برای آنها مهم پدر و مادر داماد است. برای آنها مهم یگان خانواده داماد که آبرودار باشد، یگان دامولای بلندپایه باشد، یگان عموما نفری باشد که همه او را میشناسند. برعکس این هم بعضی از پدر و مادر به جای اینکه گویند که من باید یک بار عروسم را ببینم، من یک بار باید با مادر عروس بنشینم، گویان به نزد مادر عروس میآیند. البته خویش و تبار و یا عائله خیلی به هم تاثیر میگذارند و ما عروس را میتوانیم به عائله‌اش نگاه کرده تا اندازه بشناسیم و بها دهیم. برعکس این به داماد هم به پدر و مادر و برادرش نگاه کرده تا اندازه میتوانیم بها دهیم که در چی شرایط بزرگ شده است. اما این معنای آن را ندارد که همان عروس کپیای همان پدر و مادرش است و یا همین داماد کپیای پدر و مادرش می باشد و پدر و مادر را دیدی دیگر کار تمام شد و باید بشناسی. و اگر به نصوص های شریعت نگاه کنیم، به آیت و به حدیث ها نگاه کنیم، پیش از همه در یک چند آیت وقتی درباره ازدواج صحبت می رود، پروردگار به ولی پدری عروس و یا برادری عروس خطاب کرده میگوید ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا،
و هرگز به مشرک ها دختر ندهید تا اینکه آنها ایمان بیاورند و یا اینکه فانکحوهن باذن اهلهن، دخترها را با اجازه اهلشان، اساساً با اجازه خانوادهشان، پدرشان، برادرشان به ازدواج گیرید. و در حدیث ها هم لا نکاح الا بولی، به ولی نکاح نیست گویان پیامبر یک چند بار تاکید کرده اند و حدیث ها هم در ابوداود و نسائی و دیگر کتاب های سنن آمده است و اینجا در همهش خطاب اول شده به ولی می باشد، نه به خود عروس، برای آنکه عروس خودش در این جاده خیلی تخصصش کمتر از ولیش می باشد. و البته وقتی به حدیث ها نگاه کردیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم عموما وجود نداشتن ولی و یا وجود نداشتن رضایت ولی را این بطلان بودن نکاح میگویند، اینجا البته که یک حکمتی است در این مسئله، زیرا که در سوره نساء هم، در سوره بقره هم، در سوره نور هم به ولی اشاره شده است. مثلا در سوره بقره الله میگوید ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، و هرگز دختران خود را یا خواهر خود را یا هر کسی که شما ولی او باشید به نکاح مشرک مردها ندهید و مشرکان نباید زنهای مسلمان را بگیرند و این ندای پروردگار به ولی ها می باشد. و چرا در شریعت حتمی است که دخترک به جز رضاگی خودش که رضاگی عروس هم حتمی است رضاگی ولی وجود داشته باشد؟ اینجا البته که چون مردها را خوبتر می شناسند و زن که عقلش را عاطفه و محبت پوشانیده است و اساساً مایان زنها پیش از آن که با عقل خود قضاوت کنیم زیادتر با احساسات خود، با مهر و محبت خود قضاوت میکنیم. اینجا حتما چون نکاح و زندگی شریکی و یا زن و شوهری یک راه جدی هست در حیات انسان، پروردگار امر میکند که شما ای ولی ها، شما ای پدر، ای برادر، ای تقا و عمو اگر پدر و برادر وجود نداشته باشد در این مسئله فقط به زنها تکیه نکنید، زیرا خیلی از زنهایی هستند که در انتخاب شوهر اشتباه میکنند و آنها در اختیار انسانیت پیش از آن که عقل خود را کار فرموده درباره زندگی آن نفر بپرسند اول شده با همان یک جمله تو را دوست می دارم، با همان یک اظهار محبت فریفته می شوند و یک نفر را برای خود شریک حیات و یا اینکه همسر آینده قبول می کنند، برای آنکه زنک در این جاده مثل مرد تجربه ندارد و آن چیزهایی که مردها در مردها پیدا می کنند زنها آن را فهمیده نمی توانند. اینجا شریعت امر می کند که برابر رضاگی زن رضاگی مرد یا ولی زن هم حتمی می باشد. و اینجا رو ببینید که این مسئله مهم که مرد برای دختر خود و یا خواهر خود و یا جیان خود در وقت انتخاب داماد باید شریک باشد و داماد را پیش از خواستگاری یا پیش از نکاح باید بشناسد، در ما عکس است الا من رحم الله، که البته بعضی از عائله ها رو میدانیم که میگویند من شخصا خودم با دامادم در روسیه کار کردم یا میگویند من خودم شخصا دامادم که جیانم هست میشناسمش و یا یگان کارگر خودم هست، من به او اعتماد دارم و میدانم که دخترک من در دست او هرگز خور نمی شود. این اما یک عددی خیلی کمی برادران تاجیک می باشد که خودشان شناخته و داماد دختر خود و یا خواهر خود را می دهند، اما نفران زیاد دیگر باشند بعد از عروسی، بعد از اینکه علکه نکاح بسته شد و زن و شوهر دیگر با هم زن و شوهر شرعی و قانونی اعلان کرده شدن سپس داماد را میشناسند و خیلی زیاد از پدرهای هم هستند که حتی بعد از ازدواج هم گویا که شرم دارند با داماد نشستن نه چای می نوشند نه صحبت میکنند. این کاملا خلاف شریعت هست و هم ضرر برای دخترک هست و این را هرگز گفته نمیتوانیم که این شرم و حیا هست و با این شرم و حیا ما باید دوام دهیم برای آنکه بی حیاگی
می شود اگر با داماد تنها به تنها خود خسور یا گفتیم پدر عروس نشسته صحبت کند. برای اون که خیلی هم میگویند آخر من نمیدونستم که تا این درجه این انسان عیب داشته باشد و یا من نمیدونستم که تا این اندازه او از پدرش فرق میکرده باشد، چون من با امیدی اون که این پسری فلانی هست دختر دادم، بعداً فهمیدم که بین پدر و بین پسر تفاوتی است از زمین تا آسمان. برعکس این هم بعضی از پسر بچه ها و یا گفتیم داماد ها برای خود عروس پیدا میکنن، لیکن در پیدا کردن عروس خیلی کم تجربه هستند. البته پسر بچه های هم هستند و یا جوان های هم هستند که خیلی در این مسئله جدی نگاه میکنن و با یک نگاه کردن عاشق شدن و با یک توصیه دادن دوستان فلانی رو من بزنی میگیرم نه و سالها یا ماهها از پی یک دخترک میشوند و او رو اول سنجیده که انشالله کمی بعد درباره کدام خصلت ها باید در عروس باشد یا در داماد باشد صحبت میکنیم، بعداً به زنی میگیرن. اما جوانهای هم هستن که نه به انتخاب خود باور دارن و نه در این مسئله جدا نگاه میکنن. برای آنها مهم همین است که همین سال ازدواج کنن، زیرا اگر ازدواج نکردن دیگر از تمام همسنف ها عقب میمونن. برای آنها مهم این است که همین سال ازدواج کنن، برای آن که دیگر صبرشان تمام شد و اصلا مهم نیست. باز یک در ما یک جمله خیلی زیبا هم هست، من خودم آدمش میکنم، هر که باشد هم زنی من شد من دیگر اصلاحش میکنم. اما بعد از مدت میفهمن که برعکس اون زن دارد این عائله رو همش رو اصلاح کرده ایستاده است. و در این مسئله هم حتما اگر پدر و مادر جوان و یا بعضی خویش و تبار جوان انسان‌های با تجربه باشند، اهل عدل و انصاف و دانش باشند، حتما اگر همان عنعنه‌ها یا عرفی که در دیگر کشورها حتی در همین ایران همسایه هست ما اجرا کنیم و خویش و تبار داماد رفته با عروس کمی صحبت کنند درباره زندگیش، یعنی پیش از اینها چی کار میکرد و چی کار کردنی، هدفهای اساسیش چی هست، کدام کارها را میتواند کدام را نمیتواند، از این چیزها اگر صحبت کنند برعکس شاید که خویش و تبار یک مشاوری خوب شوند برای داماد و یا اگر خویش و تبار کلا بی تجربه باشند یک نفر از خویش و تبار حتما که در هر یک عائله یک نفری با خرد مایان داریم. انا همین مسئله ها سبب می شود که خود داماد هم میگوید من بعد از چند مدت ازدواج فهمیدم که عروس تماما همون نفری نیست که من تصور میکردم. و یا پدر و مادر داماد یک بار دهشت زده شده میگویند ما بعد از 2-3 روز توی فهمیدیم که پسری ما همین نمود انسان را برای خود عروس انتخاب کرده است. هرگز به این باور نداشتیم که یک جوان در 25 سالگی 24 سالگی با چنین زن ازدواج کردن را برای خود انتخاب کند. اما برای همین شاید از بزرگترین اشتباهایی که در انتخاب همسر و یا در خواستگاری در ما در تاجیکستان دیده می شود عزیزان، همین حیای مذمت شده که ما با عروس صحبت کردن خانواده داماد و یا برعکس با داماد صحبت کردن خانواده عروس را عیب می دانیم، شرمندگی می دانیم. پس از مدت هر دو طرف واویلا نه این از آن راضی هست نه آن از این راضی هست و خود پدر هم می گوید من چیکار کنم با کدام عقل دخترم را به دست اینها دادم. اما اگر با خودی خیلی که گفتم کشورهای دیگر نگاه کنیم، پیش از ازدواج کردن حتی پیش از خواستگاری رسمی حتما با هم نشسته صحبت میکنن و دقیقاً پدر از داماد میپرسد و داماد هم سوالهای خود را شرم نداشته میدهد، شرایط خود را میگوید و با عروس هم خانواده داماد صحبت میکنن و در همان صحبت هم الکی میگویند نه بعضی صحبتهایش خیلی مشکوک است، باید کمی از نزدیکتر شناسیم و خواستگاری رو کمی دیرتر میگذارن و خیلی عائله های هم هستن که میگوین ما فقط برای شناسایی آمده بودیم، ببخشید که فهمیدیم که این مسئله ما دور و دراز دوام نمیکند و با هم خیر خوش میکنن، چون اینجا نه فاتحه شده بود نه وعده به توی شده بود، یگان نفر از همدیگر خفه نمی شود و با همین دیگر عروس می آید یا دیگر داماد می آید. و این مسئله رو باید عزیزان خیلی جدی نگاه کنیم برای اون که روز از روز شکایت
حمایت مردها از زنها، زنها از مردها زیاد شده ایستاده است. خیلی ها میگویند شاید به خاطر آنکه اخلاق پست است یا به خاطر آنکه مهاجرت زیاد است، ولی در خود مهاجرت هم این مشکلی ها رو دیده ایستادیم و شخصا من چون همین مسئله رو خیلی از نزدیک دیدم و شکایت خیلی از خواهران رو شنیدم، میگویم حتما باید با داماد پدری عروس یا برادری عروس یا هر نفری که همچون ولی عروس هست با داماد صحبت کند. برعکسش هم عروس حتما با خوشتامنی خود، با خوش و تبار شوهر خود پیش از توی صحبت کنند، یکی همدیگر رو از نزدیک ببینن که در این یگان جای گناهش نیست. و در این باره حدیث ها هم خیلی زیاد است که وقتی که شما ازدواج کردنی هستید حتی داماد میتواند عروسش رو ببیند و یا برعکس، ولیکن در حدود شرعی و عائله ها با هم شناس شوند هم هیچ باکی ندارد. و مسئله دیگری که در ما هست و خیلی زیاد در ما این چیز دیده می شود، این اشتباهی از این هم بدتر، اشتباهی که ما گمان میکنیم هیچ چیز نیست اما در حقیقت دهشت است. مثل همین که گفتم، یعنی بجای اون که خوش و تبار داماد عروس رو شناسند، اما اش رو شناخته و جیانش رو کلین کرده میگویند. مادرش با من همسنف بود، خواه و نخواه دختره که او خوب بوده است یا بودگیست میگویند، ببخشید. یا اینکه میگویند ما با پدرش سالها کار کردیم، میدونیم که حتما دختری خوب دارد، در حالی که دختر رو ندیدن. البته این گپ یعنی تاثیر کردن اخلاق پدر و مادر در دختر حتمی است. خواه و نخواه فرزند در یک نکته نباشد هم در نکته دیگر و پدر و مادر خود مانندی میکند، اما این معنای آن را ندارد که کلی همون مادر در کلی دختر باشد و یا تمامی همون خصلتی که در عمه میبینیم گمان کنیم که در جیانش هم هست و بعد از ازدواج میگویند این کجا و آن کجا. برعکس این هم عائله های زیادی هم هستند که میگویند ما با تقاعی شناس بودیم و به جیانش دخترمان رو دادیم، در حالی که داماد رو یگان نفر ندیده است، تقاعیش رو دیدن. و ببخشید که شما به تقاعی که دختر نمیدهید، شما به جیانی او دختر میدهید. و یا بعضی ها میگویند نه من با مادرش یک بار در یک جای شناس شده بودم، خیلی یک انسان مقبول و خوب بود، من به او دختر میدهم، در حالی که او رو ندیدن. یعنی بجای اون که درباره داماد و عروس ما از نزدیکتر شناس شویم و درباره او کفت و کاف کنیم، یک نفر رو از عائله او شناخته ایم و با امید اون که اون نفر مثل او باشد با آنها دیگر عقد و نکاح دو نفر رو اجرا میکنیم. و یک مسئله خیلی عجیب در آن است که اگر یک نفر یک زیایی باشد یا یک اهل علم باشد یا یگان نفر دیگر باشد، دختری همان یا پسری همان گویان همه خیلی دوست می‌دارند با او خدا شوند و بعد از مدت میگویند انا فرزند مولایش همین بوده است، انا فرزند عالم همین بوده است، انا فرزند فلان آدمی که آبرودار همین بوده است، ما خیلی پشیمانیم، کاش با اینها ما هیچ خداگی نمی‌کردیم و یا عقد نکاح اینها هرگز بسته نمی‌شد. برای اینکه ما در این مسئله چگونه که گفتیم به فرد اساسی نگاه نمی کنیم، اونه که نقش اساسی رو در این ازدواج بازی میکند این داماد و عروس است. داماد و عروس رو به یک سو گذاشته به تقا و به بابا و به بیبی و یک نفری که آبرودار است به اون نگاه میکنیم و با همین پس از مدت خیلی خونگی ها در این عائله برپا می شود. و مسئله دیگر در همین به فکرم جزایر بود یا مغرب بود، به نزدیکی در خاطرم نیست، میگویند پس از آن که به خواستگاری می آیند و طرف عروس راضی می شود، یک مدت این عائله ها با هم مهمانی می کنند. مهمانی نیست که عروس و داماد تنها، یعنی اینها که با هم نامحرمند تنها به تنها نشستنشان هرگز جایز نیست، این نه که هر دوی آنها تنها به تنها باشند، نه عائله ها با عائله ها خوراکی شام می خورند، به یگان جا مهمانی می روند تا اینکه عائله ها یکدیگر را شناسند و این عائله به خانه آنها می رود و آنها به خانه اینها می آیند و کمی دیگر از نزدیک شناس شدن میگیرند، برای آنکه یک مسئله جدی در پیش است و این عائله وقتی با هم پیوست میشوند، بعد از این برای اینکه پشیمان نشوند پیش از پیوست شدن از نزدیکتر همدیگر را میشناسند و اگر در داخل همین شناسایی 100% یقین
کردن که ما به هم نمیخوریم، انا میگویند بیایید بهترش این است که این خواستگاری رو ما دیگر ویران کنیم و همه از پی زندگی خود شود. در بسیاری از عائله ها در مدت 2 هفته خواستگاری تمام می شود و عروس و داماد توی می شوند، یا در بعضی جایها 1 سال هم فاتحه دوام می کند، ولیکن در مدت 1 سال نه این عائله از این عائله با خبر است، نه این عائله از اون عائله، که این گویا که شرم بوده است. ما شرم می داریم به خانه خدا رویم، ما شرم می داریم آنها رو به مهمانی دعوت کنیم. از دور هم دیگر رو می بینند و پس از 1 سال 2 سال ازدواج انا می بینید که دو طرف به هم دیگر، اکثریت عائله ها البته دیده ایستادیم که دو خدایی که با هم خیلی خیلی خوب هستند خیلی کمن، برای اون که آهسته آهسته پس از 1 سال یا 2 سال همدیگر رو از نزدیک میشناسند. برای همین این شناسایی ها، یعنی شناسایی عائله با عائله، در ما پس از مدتی دراز انجام می‌یابد و خیلی مشکلی ها هم از برای همین می شود. البته که اگر گفتیم پس داماد و عروس هم همدیگر رو از نزدیک شناسند، با همدیگر از نزدیک صحبت کنند، با همدیگر صحبت کردن آنها در دایره شریعت باید انجام شود، که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لا یخلون احدکم بامرأة، هرگز تنها به تنها یکی از شما با یگان زنی ننشیند. این برای تمام زنها بجز زنهای محرم است، با خواهر خود با مادر خود با که ندارد. اما مخطوبه یا گفتیم دخترک فاتحه شدگی، دخترک که خواستگاری رفتیم او راضی شد، او هنوز نامحرم است. با او تنها به تنها نشستن، با او سخنهای محبت آمیز کردن و صورت فرستادن و دست به دست شدن و به همدیگر عکس یکدیگر را فرستادن عموما جایز نیست، برای آنکه اینها هنوز با هم محرم نیستند. اینها فقط وعده دادن که در آینده با هم محرم می شوند. ولیکن همین شناسایی عائله هایی که گفته ایستادیم می شود که عروس حتی همراه پدر و مادرش به خانه داماد رفته از نزدیک با آنها شناس شود. البته نه تنها به تنها با داماد ماندن را در نظر دارم، بلکه با خانواده که آینده با آنها تمام عمرش را می گذراند. تصور کنید که عروس به یک خانه می رود که هیچ تصورات از آن خانه ندارد، هیچ تصورات حتی از شکل خوش‌دامن و از چهره همان نفرانی که در آن خانه هست ندارد، و با محض آن که به آن خانه می رود گویا که از ماهتاب به زمین افتاد، در یک مدتی دراز به آنها دیگر عادت می کند. برعکس این هم دامادهایی هستند که پس از 15 سال ازدواج هم به خانه پدر عروس خود آمدن را شرم می دارند، برای اون که هیچ تصوراتی درباره این عائله ندارند. انا همین دوری ها سبب می شود که خیلی زیاده پدر و مادر عروس داماد همدیگر را چشم دید ندارند و یا عروس چشم دید پدر و مادر شوهرش و یا برعکسش. برای همین این مسئله هم یکی از مسئله های خیلی جدی است که در ما در تاجیک ها عموما وجود ندارد و عرف و عادت ما برعکس این است که نباید قدوها هم دیگر را زودتر بینند، شرم میکنند، یا داماد عموما نبیند که می رود آخرش به نافهمی و جنگ و جنجال های دیگر. و مسئله دیگر البته همان مسئله که گفتم خیلی زیاده در ازدواج شتاب میکنند. العجلة من الشیطان، این رو همه میدونیم که شتابکاری از شیطان است، ولیکن به محض اینکه دختر 19 ساله شد در بعضی از دهات و یا 20 ساله شد و یا 22 ساله شد، با گفتی خودشان هر کسی که به خانه ام قدمش را زد من باید دخترکم را بدهم، برای اون که پیر دختر شده رفته ایستاده است. و یا اینکه جوان به خاطر یگان مشکل اقتصادی و یا مهاجرت اگر از 25 و 26 ساله بالا شد، هر کس که هم باشد باید او امسال ازدواج کند. یعنی گویا که ازدواج این همه حیاتی که ما آینده خود را در آن میبینیم و زندگی حقیقی پس از ازدواج شروع می شود. در یک لحظه ما باید به قرار آییم که فلانی را من به زنی گیرم برای آن که پیر شده رفته ایستادم، یا فلانی باید این دخترک را به زنی گیرد برای آن که این دخترک پیر شده رفته ایستاده است. و همین شتابکاری ها که در مدت 1 هفته و 2 هفته خیلی زود به قرار می آیند و ازدواج میکنند، اکثریتش با وایلا تمام می شود. و اکثریت جوانهایی که شتاب کردند و من سین سالم بالا گفتند و هر کسی که مادر برایشان اختیار کرد و یا هر کسی که خواهر یا خویش تبار دیگر اختیار کرد راضی شده گرفتن، خودشان پس از مدت میگویند کاش من اصلا 40 ساله شده زن میگرفتم، ولی به این اشتباه هرگز راه نمیدادم. و دخترک هایی که هم پس از مثلا
کمی کلان شدن شتاب من اگر شوهر نکردم دیگر عمرم تمام شد گویان به اولین نفری به خانه در آمده ازدواج میکنند. میگویند کاش من در خانه پدر و مادر تمام عمرم باقی میماندم که من با این گونه انسان ها در رابطه نمیشدم. برای همین وقتی که اول شده به ذهن میرسد که پیر شده رفته ایستاده است، بیاید فکر کنیم که مسئله جدی تر است، خیلی جدی است که با یک پیر شده رفته ایستادن گفتن ما دخترک خود را یا به پسر خود هر کسی که راست آمد او را نشناخته، درباره گذشته اش، درباره یک نفر رو که الکی ما از دوستانش میتوانیم شناسیم، از خویش و تبارش حتی میتوانیم شناسیم و این چونین از زندگی پیشترش از یگان نفر پرسیده میتوانیم شناسیم. اینها رو نپرسیم و اصلاح شده میروند، توی شدن خوب شده میروند گویان به ازدواج دو نفر و یا اینکه به عقد نکاح اقدام کنیم. اما درباره اینکه گفتیم این اشتباه ها جدی است، یعنی همدیگر رو نشناختن، با پدر و مادر همدیگر نشدن، با عجله و شتاب ازدواج کردن، اینها همه اشتباه است. پس راه درستش چه است؟ پس مسلمه باید اینجا راه درستش را هم گوید که مردم حیران شده نمانند که همه خطاگی ها را گفتیم. پس راه درست در کجا است؟ اول شده از روی شریعت ما انتخاب زن و یا شوهر رو نگاه کنیم. در انتخاب زن و در انتخاب شوهر هم اولین چیز این پایبند بودن به دین می باشد. و وقتی گفتیم پایبند بودن به دین، عزیزان هرگز گمان نکنیم که یک روسری داشتن این پایبند بودن به دین است، یک ریش داشتن این پایبند بودن به دین است. تقوا در قلب انسان است و وقتی انسان قلبش پر از تقوا است، در عملهای او، در صحبت کردنش، حتی در راه رفتنش، حتی در از تلفنش، حتی و از خودی خویش و تبار و یعنی از پرسیدن از خویش و تبار و از دوستانش فهمیده می شود که این انسان تا چه اندازه اهل اصلاح هست و این انسان تا چه اندازه انسانی هست که می توان با او زندگی را بردوام برد. و چیزی دیگر در آن است که وقتی که درباره دختر رو به شوهر دادن پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما راهنمایی کردن، اینجا میگویند اذا جاءکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه الا تفعلوه تکن فتنه فی الارض و فساد کبیر. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی که به نزد شما یک نفر اومد که هم دین او را قبول کردید و هم اخلاق او را، پس او را با او دختر خود را یا خواهر خود را بدهید. اگر این کار را نکردید در روی زمین فتنه زیاد و فساد زیاد می شود. و اگر به همین حدیث نگاه کنیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم در مرد یعنی در انتخاب داماد دو چیزی اساسی را گفتن. اون رو هم به کی گفتن؟ به دخترک نه، به پدر دخترک و یا به برادر دخترک، برای اون که اساسا مردها را تا چه اندازه پابند دین بودنشان و یا تا چه اندازه اخلاق خوب داشتنشان را زودتر میفهمند. چگونه که زنها هم همدیگر رو خیلی زود میفهمیم، میگیم نه خیلی زبانش دراز است، نه خیلی چشمایش یک نیش دارد، نه از صحبتش معلوم است که سواد ندارد، یا از صحبتش معلوم است که یک انسانی پر از اشتباه هست. مردها هم همدیگر رو زودتر میشناسند. برای همین اینجا پیامبر به مردها میگویند وقتی یک نفر به خواستگاری دخترتان آمد که او اون مرد اخلاق خوب هم دارد، دینش هم خوب است، یعنی در دین در حلال و حرام خیلی پابند است و پرهیزگار است، و او دخترتان را بدید. ولیکن البته با رضایت دختر، چون رضایت دختر در حدیث دیگر ذکر شده است که اگر دختر رضا نباشد پدر هرگز حق ندارد از پیش خودش مجبور کرده دختر را به شوهر دهد. و چیز دیگر البته که مردها را می شود از دوستهایش شناخت. و اینجا بعضی از خواهرها میگویند من بعد از ازدواج فهمیدم که تمام دوستان شوهرم بچه‌های بیروحه بودند و یا جوان‌های بیروحه بودند. همین بعد از ازدواج فهمیدم که وقتی با هم می‌نشینند به یگان کلوب‌های شبانه می‌روند، مرکزهای دلخوشکنی، و یا بعضی به خانه می‌آیند سرخوش می‌آیند، و یا اینکه به کارهای دست می‌زنند که دست جمعانه می‌زنند. و من این رو بعد از ازدواج فهمیدم و این هم بزرگترین اشتباه است که دوستانی شوهر آینده خود را و یا دوگانه های همسر
آینده خود را بعد از ازدواج ما شناسیم، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند المرء علی دین خلیله، هر یک انسان در دین دوستش هست. شما ببینید که با کی دوستی دارید، دوستی شما در کدام راه باشد شما هم در همان راه هستید. اگر شما در راه همان دوستتان نبودید حتما که از او جدا می شدید، برای اون که دیگر اخلاق ها طیبون للطیبات، چگونه که مردهای پاک برای زنهای پاک هست، در وقت دوستی هم مردهای خوب برای خود دوستهای خوب را انتخاب میکنن، زنهای پاک دامن برای خود دوگانه های پاک دامن را انتخاب میکنن. و بجز اینکه یک نفر رو از دینش، یعنی از طرز صحبت کردنش هم معلوم میشود، از به نماز رفتنش هم معلوم میشود، از درباره مثلا حلال و حرام صحبت کردنش هم معلوم میشود و درباره اخلاقش که البته از گذشته از گذشتهش یا از یگان عائله‌اش پرسیده می شود، از دوستانش هم باید بپرسیم. و البته که عائله چطوری که می دانیم عائله خواه و ناخواه تاثیر خود را دارد، کار خودش را می کند، چون انسان از محیط زیست در کمترین حالت هم تا 30% می تواند تاثیر گیرد و اینجا از عائله‌اش هم یک نفر را می توان شناخت. اور گاهی می شود که در یک عائله فاجر یک فرزندی پاک دامن و صالح بزرگ می شود و برعکسش گاهی هم می شود که در یک عائله که همه اهل نماز هستند یک فرزندی فاجر عموما از دین دور هم بزرگ می شود که در این مسئله هم امر نسبی هست و باید به این مسئله از نزدیکتر به هر عائله و به هر یک افراد نظرهای گوناگون کرده ما باید در وقت انتخاب به این چیز خیلی خیلی اهمیت دهیم. و در وقت عروس انتخاب کردن هم پیش از همه عروس را می شود از همون رفتارش و یا از اینکه پیش از این روزها به چی مشغول بود، آیا درس می خواند، آیا فقط خودش رو سلفی کرده در همه جا صورتهای خودش رو روان می کرد، یا اینکه یک پایش در بازار و پای دیگرش در توی خانه بود، یا اینکه دخترکی بود که همسایه ها خیلی کم در کوچه می دیدند و بیشتر به کتاب خواندن یا به کمک مادر مشغول بود. البته که از این هم اگر خواستیم ما کفت و کاف کرده پیدا کرده می توانیم. و عجیبش این است که همین کارها را، یعنی از نزدیک شناختن شوهر را و پیگیری کردن درباره کارهای شوهر را اساساً زنها پس از ازدواج میکنند. یعنی پس از 1 سال 2 سال شوهر کردن و الکی 1 تا 2 تا فرزند به دنیا آوردن که فرزند پای 2 فرزند در میان است، آنها میگویند من باید شوهرم را از نزدیک شناسم، دوستهایش را شناسم، تلفنش را کنترل کنم، به کجا میرود، از کجا میآید. الکی دیر شد، الکی او که هست همون میموند و خیلی کم هستند که نفران پس از مدت اصلاح شوند. یا بعضی از مردها هم پس از 1 چند سال ازدواج از پی دانستن داستانهای همسر خود میشوند که من ببینم که در جوانی به چه کارها مشغول بودی، من میخواهم صورتهای در دختری گرفتت را ببینم. یعنی پس از 1 چند سال ازدواج که الکی دیر شد و گفتی خودمون الکی قطاره یا پاییز رفت، اکنون دیر کردید. اینها رو پیش از ازدواج، پیش از عقد نکاح کردن، حتی باید پیش از اون که خواستگاری کنیم باید بدانیم بود. برای همین هم اینجا اگرچه درباره صفت‌های زن صالح و مرد صالح خیلی صحبت طولانی می شود، ولی من مهمترین هایش را گفتم که باید در وقت انتخاب پیش از همه به دین او نگاه کنیم تا چه اندازه پایبند دین است به اخلاق او. برای اون که گاهی هم می شود که یک نفر می گوید من دیندار هستم اما در اخلاق خیلی بد اخلاق است که بهترش با این گونه انسان ها هیچ رابطه نداشته باشیم و 2 چیز با هم باشد و البته با شناختن دوستان و با شناختن خویش و تبارش و البته یک معلومات پیدا کردن که اساسا این انسان به چه چیز مشغول است می توانیم یک نفر را بشناسیم. اما از اینکه یک بار دیدند و به هم دیگر عاشق شدن، خویششان را شناختیم و ما به امید همان نفر دادیم، به فلانی نفری که آبرودار هست به او اعتماد کردیم چون او خواستگاری آمد، عمکش را میشناسیم، خاله‌اش را میشناسیم. با این گونه کارها یا با این گونه شناسی و اعتمادها داریم روز از روز مشکلی را زیاد میکنیم که برابری هر یک نکاح به فکرم 1 طلاق هم شده ایستاده است. برای اون که از این که از نکاح پرسن اکثریت
دارند از طلاق‌های واقع شده میپرسند و سبب اساسیش هم این است که یکدیگر رو خوبتر نشناختن. عائله ها در انتخاب خیلی زود قضاوت کردند و شتاب هم کردند. و اینجا عزیزان به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه‌های دیگر در پناه الله یگانه باشید و خیلی کوشش کنید که در ازدواج که یکی از مسئله‌های مهم زندگی ما هست با دقت‌تر باشیم و در این مسئله هرگز شتاب نکنیم. اگر مبادا خود شما یا خود ما خطا کردیم، بیایید همین خطاگی ما رو فرزندان ما دوباره انجام ندهند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.